داستان زیبای خفته است. شاید از هر داستانی که تا حالا شنیدین بدتر باشه. اینکه یه شاه دیگه داشته از اونجا رد می‌شده، تصمیم میگیره بره تو شاه ببینه چه خبره. وقتی میره اون تو، بدن خفته زیبای خفته رو پیدا میکنه و شیفته زیباییش میشه. تصمیم میگیره به این زن بیهوش تجاوز بکنه. بعد اینکه این بلا رو سر زیبای خفته میاره، زیبای خفته حامله میشه. یه دوقلو و حتی از اون بدتر 9 ماه بعد که هنوز توی کما بوده، توی کما بچه رو به دنیا میاره. چجوری؟ با کمک اون پریایی که توی کارتونش هم دیده بودیم. یکیشون انگشت سیندرلا رو شروع میکنه به میک زدن. اون تیکه سوزنی که زیر ناخنش گیر کرده بوده رو میکشه بیرون و سیندرلا بیدار میشه. شاه یه زنی داشته خودش. شک میکنه به اینکه کجا بوده، چرا اسم بچه‌های یه زنی رو هی داره میاره. بعد از منشی شاه میپرسه و منشی براش داستانو میگه. این زن انقدر عصبانی میشه که یه نامه‌ای از طرف شاه میده به زیبای خفته و بهش میگه که من دلم برای بچه‌هام تنگ شده. ملکه دستور میده که آشپز قصر این بچه‌ها رو به سوپ تبدیل بکنه و بعد بده به شاه تا شاه بچه‌های خودش رو بخوره. باورتون میشه که داستان اینجوریه؟